سلام بیننده گرامی، امروز دوشنبه 11 می است، ساعت به وقت پراگ 10. حالا نگاه میاندازیم به سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز. من میرزا نبی خالقزاد هستم. برنامه اخباری آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می شود و ثبتش را هم می توانید آنجا ببینید. ما را همراهی کنید. در تاجیکستان ستاد مبارزه با کووید 19 با رهبری نخست وزیر قاهر رسولزاده عمل می کند. از روز اعتراف پیدا شدن کرونا ویروس در تاجیکستان این ستاد هر روز تنها توسط تلویزیون دولتی درباره گرفتاران کووید 19 معلومات می دهد. اما از روز جمعه این جانب دیروز گزارش تازه این ستاد با آمار نوین دسترس رادیوی آزادی نشد. بنابر اطلاع آخرینی که وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد، تعداد گرفتاران به کرونا ویروس تا 9 می به 612 نفر رسیده است. به گفته وزارت در عموم شماره ففتیدگان به 20 نفر رسید. ضمناً چندی از کاربران در داخل بیمارستان ها هستند. برای آزادی نوارها میفرستند که وضع داخلی بیمارستان ها را نشان میدهد. روا به بیمارستان هایی که در داخل آنها بیماران کووید 19 مداوم میشوند هم برای دکتران و هم برای پیوندان منع است و این نخستین نوارهایی هستند که وضع داخل را نشان میدهند. قابل جان گیویف سردختر بیمارخانه مرکزی ناحیه رشت از عالمان و پژوهشگران دعوت دارد ترکیب داروی پنیومانی بزها را سنجند و او خودش این دارو را پیشنهاد کرده است و ادعا دارد که وضع سلامتی چندی از بیماران که از پنیومانی رنج می‌بردند پس از استفاده این دارو رو به بهبودی نهادند. رادیوی آزادی چند روز قبل درباره شفا یافتن این دکتر با استفاده از این دارو خبر داده بود. گیویف روز 11 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت از 13 نفری که در شعبه بیماری‌های سرایتی بستری بودند، حالت 3 نفر وزنین بود و زیر دستگاه نفسی صنعی قرار داشتند. بعد از گذرانیدن این دارو از این حالت وزنین برآمدند. گیویف میگوید تجربه‌هایش نشان داد که این دارو نتیجه‌های خوب می‌دهد و او از عالمان و پژوهشگران دعوت کرد هرچی زودتر ترکیب این دارو را سنجند. از عالمان خواهش میکنم ترکیب این دارو را سنجند، به فکرم سنجیده پس از این برای استفاده توصیه دادن ضرور است تا اینکه مردم خوب شوند، ابراز داشت گیویف. در همین حال یک همصحبت رادیو آزادی گفت گیویف برای تبابت ملیسه های بیمار به گوسپیتال دعوت شده است. خودی گیویف در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق و یا رد نکرد و نخواست در این باره صحبت کند. او تنها از این دارو به تکرار ستایش کرد که میتواند بیماران را شفا بخشد. رادیو آزادی به دلیل آنکه فایده این دارو اثبات نشده است از نشر نام آن خودداری می‌ورزد. دارویی که از آن گیویف استفاده کرده است در هلند استحصال شده است و برای دوای بیماری‌های راه‌های نفسی چارپای کلان و خرد استفاده می‌شود و در ترکیبش استریپتامیسین دارو است. این دارو در فهرست سازمان جهانی تندرستی ثبت شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در این باره اطلاعی ندارد و برای معالجه از کووید 19 دستورالعمل مخصوص آماده است که طبیبان باید بر پای عمل کنند. و یک خبر دیگر، نزدیکان کرامت شریپوف امروز 11 می به رادیو آزادی گفتند که وعده او کمک به مردم کمبیزاد را امروز شروع میکنند و نخستین یاری ها را در یک خوابگاه در محله 33 شهر دوشنبه به زنان و مادران نیازمند میرسانند. کرامت شریپوف حامی حقوق معروف در میان مهاجران تاجیک در سن 57 سالگی از بیماری قلب در شهر وحدت صبح 9 می برای همیشه ما را ترک کرد. کرامت شریپوف یک روز قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود 1 میلیون روبل به کمبیزاتان در تاجیکستان و مهاجران کاری کمک میرساند. نزدیکان کرامت شریپوف گفتند که در نیمه دوم امروز کمک ها را به ساکنان کمبیزات در پایتخت، وحدت و ناحیه دنقره و فیض‌آباد و به دیگر ناحیه‌ها دسترس خواهند کرد. کرامت شریپوف تقریبا چند ساعت قبل از مرگ نابهنگامش گفته بود در حجم 500,000 روبل به 300 خانواده نادار در قوطی‌های 10 کیلویی روغن و شکر یاری میرساند. سپس به مهاجران کاری که در همین شب روز در کرانتین به سر میبرند و جای کار و معاش درآمد ندارند یاری خواهد رسانید. تقسیم کمک‌های بشری در بازار سینه شهر سن پتربورگ به مهاجران کاری تاجیک باعث به وجود آمدن ازدحام بزرگ و تیله‌دهی شد. روز 10 می در این شهر بیش از 500 مهاجران کاری تاجیک در شرایط خطرناک کمک دریافت کردند. این کمک را به مهاجران تاجیک افراد خیرخواه رسانیدند. پس از اعلان کرانتین هزاران مهاجر در روسیه بیکار مانده دستنگر شدند، اما پزشکان جمع آمدن چنین ازدحام و رعایت نشدن مسافه اجتماعی را خطرناک می‌دانند، زیرا در چنین حالت یک آدم بیمار میتواند 10 نفر را سرایت نماید. این کمک ها از نزد مسجد بازار تقسیم میشد و پس از این حادثه بسته شده است.
است. چرا نیت نیک خیرخواهان باعث کشمکش شد؟ در این باره در برنامه اخبار برایتان خواهم گفت، منتظر باشید. ضمناً حادثه مشابه به این حادثه در شهر کولوب رخ داد. نرخ یک خلطه آرد در این شهر تا به 270 سامانی گران شد و فروش آرد از نزد یک کارخانه با نرخ ارزانتری 225 سامانی باعث به وجود آمدن نوبت‌پایی بزرگ شد. ده ها نفر برای خرید آرد ارزان نوبت‌پایی کردند که از نظر امنیت صحتی در شب روز گسترش کرونا ویروس چندان امن نیست. در برنامه اخبار در این باره برایتان گزارش خواهم داد، با ما بمانید. سوختار در ناحیه عینی شمال تاجیکستان سبب مرگ 2 طفل شد. در حادثه روز 10 می در روستای کروت ناحیه عینی رخ داد. 2 طفل و 1 ساله و به هلاکت رسیدند. نمروزی روز یکشنبه خانه ساکن 31 ساله این دهه بزرگمیر ظریفزاده آتش گرفت. با تلاش کارمندان خدمات آتش نشانی ناحیه عینی این سوختار پره خاموش کرده شد، ولی متاسفانه از فاجعه جلوگیری نشد. فرزندان صاحب خانه که یکی 2 ساله بود و دومی 1 ساله بر اثر دود غلیظ در جای خوابشان به هلاکت رسیدند. مقامات میگویند یک سبب اصلی سوختار به نظارت گذاشتن اسباب برقی بوده است، اما حالا میزان ضرری رسیده و علت اصلی سر زدن سوختار از ناقل برق یا تجهیزات دیگر دقیق گفته نشده است. بیننده ارجمند، ما هر لحظه و هر ساعت خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید و ما ضمناً از شما بینندگان ارجمند خواهش میکنیم که هر کجای یک حادثه را میبینید یا یک مسئله که برای حل مشکل تاجیکستان مساعدت میکند برای ما بفرستید. ما منتظر هستیم. خدا نگهدار.